سلام به همه، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم بیت کوین رو یه بررسی داشته باشیم. خب امروز دوشنبه 12 آبانه. قیمت شروع هفته بعدی رو داشته و یه ریزش سنگین کرد. من توی تحلیل توی توییتر گذاشتم، گفتم قیمت میتونه بیاد زیر رو هانت کنه، بعد سویپ نقدینگی قیمت برگرده بالا. الان دقیقا اومدیم سویپ کردیم نقدینگی رو و انتظار دارم قیمت برگرده بالا، چون دیگه واقعا پایین بمونه کاری نداره. اگه بخواد روزانه این زیر بسته بشه، قیمت میره برای زدن کف دوقلو اینجا و میتونه تا زیر شادو اینجا حرکت کنه. اگه بخواد برگرده بالا، اینجا جای خوبیه که دیگه بخواد برگرده بالا. به هیچ عنوان نباید زیر این سوینگ اینجا روزانه ببندیم، وگرنه قیمت میره برای زدن کف دوقلو اینجا. پس حواستون به این ناحیه باشه، زیر سوینگ اینجا ببندیم، کلوز کندل روزانه داشته باشیم. ممکنه فردا نفوذ کنیم داخل کندل قدرتمندی که الان زده، بعد حرکت ریزشی ادامه پیدا کنه. بعد الان یه افیجی نزولی 4 ساعته داریم. واسه اینکه قیمت بخواد حرکت صعودی رو ادامه بده، باید حتما بالای باکس کلوز کندل 4 ساعته بدیم. ببینید من انتظار داشتم قیمت نفوذ کنه به این افیجی روزانه، بعد این ناحیه، بعد رد کردن این ناحیه انتظار داشتم حرکت صعودی ادامه پیدا کنه تا باکس سبز. ولی تا نزدیکیش رفتیم برگشتیم. ولی یه نکته مثبت داره، وقتی به محدوده مقاومت یا حمایت داریم، قیمت تا نزدیکیش میره چند بار برمیگرده، دیگه سری بعد قیمت که بخواد بره سمت اون ناحیه میتونه راحت ردش کنه. پس الان نظر دارم اگه قیمت بخواد برگرده، سنگه تایید قوی بهمون بده برگرده بالا، به نظرم میتونیم این ناحیه رو راحت رد کنیم، بریم سمت تارگت های بالاتر. پس حواستون به باکس نارنجی باشه، بالاش بستیم میتونیم حرکت صعودی رو ادامه بدیم. الان اومده سویپ کرده کف دوقلو رو، دیگه کاری نداریم پایین بخواد بازی کنه. اگه بخواد بمونه اینجا و کلوز کندل روزانه بده، حرکت ریزشی میتونه ادامه پیدا کنه تا پایین، چون کندل روزانه بدی هم داره میبنده. به احتمال زیاد اگه فردا زیر این شادو اینجا ببندیم، کلوز کندل روزانه بدیم، چون بادی قوی داره، فردا احتمالا بتونیم یه حرکت سوری داشته باشیم، کندل رو یکم پر کنیم، ریزش ادامه پیدا کنه. پس به هیچ عنوان نباید زیر شادو اینجا کلوز کندل روزانه بدیم. الان اومده این کف دوقلو رو زده، نقدینگی رو برداشته و باید برگرده بالا اگه بخوایم حرکت صعودی ادامه پیدا کنه، چون بخواد بره پایینتر خیلی خطرناک میشه. با این شادو هم که زده، تمام سفارشات این پایین رو برداشته و بریم پایین. دیگه فکر نکنم اینجا چیزی باشه که باید قیمت رو برگردونه و قیمت میتونه دراپ سنگینی کنه. پس الان محدوده خوبی هستیم که قیمت بخواد برگرده بالا. پس حواستون به ناحیه باشه، اگه تاییدی داد، اگه روزانه زیر این ناحیه بست، میتونید برید تایم پایین تاییدیه، دنبال تاییدیه سل باشید به تارگت زدن زیر این سوینگ و سوینگ اصلی. ولی اگه برگشتیم بالای این ناحیه ببندیم 4 ساعته، میتونیم حرکت صعودی رو ادامه بدیم. زیر این ناحیه نبندیم روزانه و همینجوری شادو کنه برگرده بالا، به نظرم میتونه حرکت صعودی رو ادامه بده، بریم سمت بالا. پس حواستون به این ناحیه باشه. موفق و پیروز باشید.